دوستان عزیز سلام. با یک جلسه جدید کنار هم هستیم با معرفی جنسیت‌های مؤنث، مذکر و خنثی. توجه کنید که اینها اولا یعنی چه؟ من میگم که میزا به معنای میز هست، مثل فارسی یه آبش اضافه شده. وقتی میگم میزا، این به آ ختم میشه، به واسطه همین جنسیت مؤنث میگیره که به اصطلاح بهش میگن ژنسکیسپول. خب وقتی من میگم تلفن هیچ پایانی نداره، به هیچ حرف خاصی ختم نمیشه. تلفن به هیچ در واقع شکل صدادار آ یا اوی ختم یا ای ختم نشد. پس چون به هیچ در واقع کدوم از اینها ختم نشد، این بهش میگیم مشکسپول یا همون فرم مذکر. و پیوو یا همون آبجو که در اینجا به او ختم شد، در نتیجه فرم خنثی یا ستردنیسپول هست، و یا ناتستروپیه که به معنای طبقه هست و چون به ای ختم شد این هم ستردنیسپول هست. پس ما یک جدولی هست که از الان تا روزی که شما امتحانتون رو بدین باهاش کار داریم. اون همین هستش که در این جدول همیشه می نویسیم کدومی که از اینها مشکیسپول هست، کدومی که ژنسکیسپول هست، کدومی که ستردنیسپول هست. شما میتونید تو دفترچه یادداشتتون که درس‌ها رو که من میدم ولی یکی که یادداشت برداری کنید، 3 تا مداد رنگی بردارید، اینا رو هر کدوم یه رنگ بنویسید. خیلی خوب. و یا واژه‌های زیادی من به شما خواهم گفت، چند تا برگه رنگی بردارید، مثلا یکی قرمز، یکی سبز و یکی مثلا آبی. بعد واژه‌های هر جنسیتی رو تو همون کارتون بنویسید. اینطوری هم خوبه، میتونین راحت حفظ کنید. خیلی مهمه، جنسیت هر اسمی رو باید یاد بگیریم، ولی خیلی سخت نیست، چون معمولا اسامی که هیچ پایانه ندارن مذکرن، اونا که پایانشون آس مؤنثن، اونها هم که پایانشون او یا ا خنثی هستن. خیلی خوب. پس این درس امروزمون. تا جلسه بعدی من باهاتون خداحافظی میکنم.